دوستان عزیز 25 مارس سال 2025 میباشد. ما شما نشون میدم نشناموی انگور در داخلی گرمخانه. تخمینا یک دو هفته پس من میکشویم این گرمخانه رو، چون که انگور وقتی بردار شویش باید که هوای کشوده باشد. در پرنی که در گرمخانه نغز بردار نمیشود، اینقدر علاقه درست شده است. آن خوشهایش این انگوری اوتر میباشد. اینش انگوری کشمشی استالتی. اینا کشوده شدگی، اینم درست شدگی، نه خوشه کردگی. انا خلاصی گپ انگورهای داخلی گرمخانه ایمون نشناموی به نهایت خوب دارن. این نیالهای کشمشی الیسا استرانی چودس. سال آینده کدام اگر بقاب کند از این کشمشی بهترین خریداری میکند. یک 6 دونه هست اینجا بگم. این علاقه درست شده رفته است. خدا خواهد این همین ممکن 3 متر شود. ده او چویلوبی یوب میگن، هم چویلوبی میشود. آنا باز میرویم دیگر نهال ها. اینش انگوری باگاتیر می باشد، کلان سیو. و اینش که میبینید تالدون می باشد. بینید بسیار بستگی. هر یک کنمون نودچش یک تا دو تا انگور دارد اینجا. خدا خواهد دو سه هفته پس ما بوله گرمخانه رو میکشویم. اینش از نیال های قیمت بهایی که سالی گذشته آوردگی بودیم. امسال نشون میتیم خودشون رو. خدا خواهد خوشهایش رو ما میبینیم که خیلی انگورهای بهترین میباشد یا نه. خدا خواهد امسال میبینیم. میگذاریم این طرف. من انگورهای داخلی ستیلچه ما علاقه بار کرده شده است. من شما اگر خریداری کنید این رو بار کردگی قریب میخرید. این کشمشی لند کروزر میباشد. امسال من نشان میتیم بود شما ببینید کشمشی بهترین. اینش پخت قند میباشد و اینجا خوشه دارد. این با مزه ترین انگور دنیا هم گویم میشود. یک تا مونده است در اینجا که امسال دیگه فروخته نمیشود. این بار کردگی از سال آینده میشود. پخت قند این با مزه ترین انگور دنیا حاضر در زیر دندانی من انگورها علاقه در درونی ستیل بار کرده شدن و انا همینا رو ما با فروش برآوردگی. انا این چی انگور باشد نمیدونم. خلاصی گپ نشونموی انگورهای داخلی گرمخانه درجه عالی. خای همدوران عزیز مراجعت کنید. کدام نیال انگور خواهد. انا وای انگور چخلی که قید کردم در داخل ستیلچه است. اواتر داریم، مانیکور فینگر داریم و لامبورجینی. من اینا شو ببینید چه علاقه شکفتگی. من اینا ببینید کدامی با سبب های هر گونه در کرده است میتوند از ما انگورهای در داخل ستیل بوده خریداری نماید. در پناه خدا باشید. میتوانید مراجعت کنید.